این هفته خبر تو خبر داره براتون از ولی فقیهی که میخواد همه چیزو آروم نشون بده و پوز اقتدار بیاد، اما راه به راه بزبیاری میاره. مثلا خرچنگش میاد توی تیوریش تا کلید زنگ زده ولایت و جلوی کلید چک خورده شیخ فری رو کنه، ولی این بار دروغ حناق میشه. ولایت کلیده و والی در حقیقت راهنمای این هاست. اون وقت بعد قرنها در این گوشه حساس و استراتژیک دنیا یک حکومت خالص اسلامی شکل گرفته. مجلس خبرگان رهبری چون اعضایش منتخب مردمند، نهادی کاملا مردمی است. نهادی کاملا مردمی است. این جوجه آخوندایی مثل این حاجی جلنبوس به صحنه میان تا با روزه انعطاف میز چپ شده ولایت رو صاف و صوف کنن. ولایت مطلقه فقیه اصلاً با حکومت مطلقه فقیه یکی نیستن، کاملا با هم متفاوت هستن و بارها گفتیم، مقام معظم رهبری خودشون فرمودن که در واقع یک انعطاف پذیری در ولایت مطلقه فقیه وجود داره که میتواند بسیاری از مشکلات و بنبست ها رو برطرف بکنه و باز کنه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که راستی با این انعطاف پذیری و این قر و قمیش ولایت ته خط چی عاید نظام میشه؟ جوابو از زبون شربت مداری بشنوید. یا اگر ما در مقابل تحریم، در مقابل برنامه هسته‌ایمون کوتاه بیایم، آیا تحریم ها برداشته میشه؟ بنده دلایلی دارم که خدمتتون عرض میکنم که فرصت شد تحریم ها چند برابر میشه. زهرخوری ناقص مثل سکته ناقص میمونه. اون وقت پرسپکتیو ولایت طوری کج و کوله میشه که صدای مهمونای مماشاتگرش هم در میاد. وزیر امور خارجه سوئد در جریان سفر خود به ایران در صفحه خود نوشت: مسئولان ارشد کشور صفحه توییتر و فیسبوک را فیلتر کردند، اما همان مسئولان خودشان با فیلتر شکن وارد این شبکه ها شدند و صفحه را باز کردند. اینجاست که گنده دایناسور خبرگان که مهدوی کنی باشه دادش به هوا میره و میگه آخه ما که نمیتونیم آزادی بدیم، مگه مغز خر خوردیم که شعارشو میدیم؟ معنای آزادی این نیست که ما اعلام کنیم که هر کی هرچی میخواد بگه. یه وقت ما بعضی چیزا رو نمیتونیم جلوشو بگیریم، اما آیا ما که مسئولیم حتی اعلام آزادی هم بکنیم که یعنی حریم ها رو بشکنیم، بگیم به اونایی که میخوان تخلف کنن، اونایی که نمیخوان حریم ها رو حفظ کنن، دنبال بهانه میگردن، از مسئولی چیزی رو بشنون که بگن شما آزادی، هر کار میخواد بکنید. حالا از سوزش اندرونی ولایت تو بحبوحه زهرخوری که بگذریم، میرسیم به ترس از چهارشنبه سوزانی که تو راهه. سردار گاومیش احمدی مقدم یه تصویر کامل از حول و ولای سیدعلی تو این روزا ارائه کرده و ما هم با افزایش حضور مردم حضورمون شتاب میگیره، چه در ساعاتش چه در کمیت حضور، در کیفیت حضورمون زیادتر میشه و این تا پایان سال که دیگه حالا اون روزای آخر هم موضوع چهارشنبه سوری و حوادث متاسفانه تلخه که بعضن به دنبال داره این هم باید مدیریت بشه دیگه. ما وارد نوروز میشیم و تقریبا کار ماموران ما شروع شده، ولی از روزای پایانی این هفته حضور پررنگتری رو مردم میبینن، هم در سطح انتظامی هم اطلاعاتی که پیداست ولی مراقبت میکنن. هر چی سیدعلی میخوره از این شکاف لاکردار میخوره. از یه طرف گوشکوبایی مثل این احمقی مقدم رو میفرسته تو میدون که زهر چشم بگیرن و دادار دودور را بندازن،
از اون طرف شیخ فری میاد بند و آب میده و رشته های اقتدار نظام رو پنبه میکنه. شما یه هواپیما داری، موشک هم روش سواره. دشمن شما هم هواپیما داره، موشک روش سواره. موشک شما بردش 40 کیلومتر، مال دشمن 60 کیلومتر. برای چی شما پرواز میکنه؟ خب میزنه شما رو دیگه. جنگ دیگه نیست، یه نوع انتحاره. شما اصلا نمیخوایی، اصلا قصد جنگ نداری، یا بدتر ممکنه اصلا آمادگی جنگم نداشته باشی. بی خودی هی طرف تحریک میکنی به گونه ای که طرف فکر کنه شما میخوایی ضربه بهش بزنی. خود این میشه تهدید. پس چی شد اون همه رزمایش و موشک پرانی و سجیل و مجیل؟ نه به اون دورخیز و ادا اطوار، نه به این سینه‌خیز و وضع نزار. اینجوری نیست که زهرخوری دار و ندار سید علی رو از دستش در آورده باشه. نه بابا، دستاوردهای دیپلماتیک هم داشته. اینها آخر دستاورده. پایتخت‌های ایران و چین خواهرخوانده شدند. اینم نتیجه پرمنفعت خواهرخوندگی تهران و پکن. ما بلشتا که دیشو نومل وشتا ای تاکسی بیو شوفالا بالا مالاندی مشکام. آخر و عاقبت یک عمر دین فروشی و دو دوزه بازی. راستی آخوندا کنار هر کی قرار بگیرن چجوری دیده میشن؟ کنار هر کسی قرار بگیریم زشتیم و جز سیاهی و روسیاهی چیزی به بار نمیاد و زود هم ما رو محو میکنند و نابود میکنند و از بین میبرند. کنار بقیه رو فهمیدیم، حالا کنار خودشون چی؟ آره، بادمجون چی میگذارن؟ سرکه میگذارن، سیر میگذارن. چرا؟ چون به هم میان. هیچ وقت کنار بادمجان شیر و عسل نمیگذارن، چون هیچ سنخیتی با هم نداره. هیچ چیشون به هم نمیان. یار بادمجان چه باشد؟ سرکه باشد یا که سیر؟ بابا بادمجون و سیر چیه؟ به کشک بادمجون اهانت نکن. همه این دایناسورهای کپک زده رو باید به یک گاری بست. بگذریم از اینکه این آخوندهای مفخور هیچ رقمه به هم نمیسازن و پاش بیفته استخون همدیگه رو هم میجوان. یه نمونه فقط از مجلس خبرگان ببینید که مهدوی کنی چجوری سیخ و سنبه‌های ولایت رو فرو میکنه تو پک و پهلوی کوسه. همینجا هم باید نشان داد که قناعت یعنی چی. ما مگه تو خونمون چجوری زندگی میکنیم؟ بعضی از دوستانمون که جناب آقای هاشمی گاهی حالات خودشون می‌نویسن، می‌بینیم که میگن شب رفتیم دیدیم نونپنیر هست. تو کتابای شما خوندم حالاتشون. خب واقعا بعضیا شاید تصور نکنن که مثلا آقای هاشمی نونپنیر می‌خوره خودش. خب نباید این تصور کرد. ما باید واقعا قناعت داشته باشیم به مردم. معناش این نیست که نداریم، داشته باشیم و به دیگران بدهیم، خودمون قناعت کنیم. احتمالاً منظور کوسه از نون و پنیر و پسته بوده. با این تهبندی میکرده، بعد میرفته سراغ بره بریون. عکسش هم هست. حالا نوبت میرسه به استراتژیست مشنگا، یعنی این پاسدار شاسکول عباسی با یک فقره اعتراف به ورشکستگی آخوندا بعد از 35 سال دجالبازی تو ایران. توبه یعنی برگشت. رفتیم توی مسیر مدرنیته، ترمز میزنیم، راهنما میزنیم، فرمون رو میپیچونیم، بر میگردیم، بازگشت میکنیم، توبه میکنیم. باور من اینه که 99% بیش از 99% ساختار سیاسی و اجتماعی ما امروز سکیولاره. مهندس ما که این ساختمون رو میسازه
در فقه به یه مرجع تقلیدی توجه داره و تقلید میکنه. صبح که میره طراحی ساختمون کنه، یه ساختمون بسازه، سکولار طراحی میکنه. تنها چیزی رو که توی این طراحی این ساختمون دخیل نمیکنه مفهومی است به نام شریعت. شما نگاه کنید چجوری میشه شریعت رو وارد معماری کرد. گفت آقا عالم محضر خداست، جهت این دستشویی‌ها رو که دیگه به سمت قبله نگیرید. اگه ساختمونای ایران سکولارن، همایش‌ها و سخنرانی‌ها تا دلتون بخواد مطابق شریعت آخوندی تنظیم شده. ولی آخوند روزخوند بخواد ژست بین المللی بگیره و مهمون خارجی بیاره، نتیجهش این میشه. اما از اونجا که سیستم‌های صوتی و تصویری ما تو همایش‌ها فوق‌العاده است، معلوم نشد که یهو پای کی رفت رو سیم که اینجوری شد. و ماجرا از اینجا شروع شد و بدین ترتیب تعمیر در محل آغاز شد. بعد از نیم ساعت معلوم شد که تازه مشکل از کجاست. نه خیر، انگار مشکل از اونجا هم نبود. واسه همین هر کی کار از دستش ساخته بود و نبود میاد روی سکو. تو این فاصله من دعوت میکنم از حضار گرامی یک ربی برای پذیرایی تشریف ببرن. حالا پذیرایی هم انجام شده و همایش قرار از سر گرفته بشه. همینه دیگه، نتیجه تکچرخ برعکس، اونم با موتور اسقاطی ولایت همینه. یک گزارش واقعی از وضعیت زمین‌های فوتبال در ایران تحت حاکمیت آخوندها از دیروز تا امروز. من تصور میکنم که اول فصل به جای تخم چمن اینجا سوزن تگرد کاشتن، با کود و آب موقعی که بهش دادن تبدیل شده به میخ طویله. این بحث تکنولوژی ما رو در زمینداری میرسونه که ما سوزن فرفره میکاریم و میخ طویله تحویل میگیریم. اینو باید دیگران الگوبرداری کنن. این هم به لحاظ صرفه‌جویی هم به لحاظ اقتصادی به نفع ماست. میخواد سوزن تگرد تبدیل بشه به میخ طویله. در پایان سکانسی از فیلم‌های هندی رو با هم می‌بینیم که هیچ رد پایی از خالی بندی توش نیست. رئاله اند رئالیسم.